سلام، کیانمرم در دانشگاه و امروز میخوایم در مورد روزه به مناسبت ماه رمضان، ولی یکم فرق میکنه بچه. ببینید روزه در فارسی بهش میگیم روزه، به زبان انگلیسی میشه فست و فستینگ، رژیم فستینگ که یک رژیم متداولیه در این روزهای غرب و اصلا خود کلمه بریک فست که به معنی صبحونه هست به معنی صبحونه هست ترکیب شده از دو تا واژه بریک و فست که یعنی روزه رو بشکنیم، که در بعضی مواقع فستینگ یا فست رو به حالت ناشتا هم میگن، که مثلا وقتی میخوایم بریم آزمایش خون بدیم این داستانا میگن که حتما فست باشین، یعنی ناشتا باشین، حداقل 16 یا 12 ساعت هیچی نخورده باشین که میزان همه چیه خونتون در حالت نرمال و طبیعی خودش باشه. امروز میخوایم 10 تا از نکته ها، اول خب چیزها رو میگیم، اول انواع روزه و اتفاقایی که میفته وقتی ما روزه میگیریم رو میخوایم در موردش صحبت کنیم و بعدش میریم 10 تا نکته‌ای که باید در موقع روزه گرفتن حتما لحاظ کنید رو با هم پیگیری میکنیم. خب قبل اینکه بریم سراغ هر کدوم از این که چه نکاتی رو و حالا چقدر چند نوع رژیم فستینگ داریم، میخوایم به انواع روزه ها شناخت پیدا کنیم. روز اول روزه متناوبه، یعنی شما 8 ساعت چیزی میخورید و 16 ساعت 16 ساعت هیچی نمیخورید و 8 ساعت آزادید که هر چیز دوست دارید بخورید. در روش 5-2 هم هست که میگه شما 5 روز مثل حالت عادی میخورین و 2 روزش رو کم کالری و به صورت فستینگ ادامه میدین. روزه‌داری دوره‌ای رو داریم که این نوع روزه در چند مقطع زمانی مختلف در هفته یا در ماه اتفاق میفته. نوع سوم روزه‌داری طولانی مدته که روزه‌داری‌های بیشتر از 24 ساعت رو میگن روزه ها و فست های طولانی مدت. روزه‌داری منظم رو داریم که یک روز در میون این اتفاق میفته که بهش میگن alternate day fasting. با اون نوع اولیه خیلی متفاوته، حالا بعداً بهش وارد میشیم. و روزه‌داری مذهبی که ماه رمضان از طلوع خورشید تا غروب خورشید مسلمانان کل جهان چیزی نمیخورن و از غروب خورشید تا طلوع خورشید مجازن که کالری هایی رو که لازم دارن جمع کنن. دقت داشته باشین که در رژیم فستینگ کالری مهمه و در ماه رمضان هیچ کالری در حقیقت مهم نیست. یعنی شما از نوشیدنی هایی که مثل چای، مثل آب، مثل حتی قهوه دمی میتونید استفاده کنید در صورتی که کالری نداشته باشه در طول روزتون. یعنی فرق روزه معمولی و روزه اسلامی و مذهبی این هستش که در روزه مذهبی شما هیچی نباید بخورید و در روزه معمولی و رژیم فستینگ شما آزادید که نوشیدنی های کم کالری و حتی بی کالری مثل آب و چای رو بنوشید، آزاد هستید. و یه چیزی هم مثل که افرادی که یهودی هستن دارن به نام یوم کیپور، نمیدونم اسمش چیه، روزه‌داری 25 ساعت هست. فکر کنم یهودی هم روزه داشتن مثل ما مسلمان ها، ولی خب اینو باز باید بریم دنبالش بگردیم و یک تحقیق جداست. الان میخوایم بریم سراغ نکته هایی که در روزه، اول بذاریم بریم سراغ تایم ها و انواع روزه، بعد بیایم به اون 10 تا نکته‌ای که باید هنگام روزه گرفتن رژیم فستینگ رعایت بکنیم برسیم. در طول ویدیو من میخوام بهتون ساعت‌هایی که چیزی نمیخورید بگم در بدنتون چه اتفاقی میفته تا بتونید بیشتر با روند در رویکرد روزه و رژیم فستینگ. من در طول ویدیو ممکنه خیلی بارها بگم روزه، در صورتی که منظورم رژیم فستینگ هست. به فارسی چون دارم ترجمه میکنم میگم روزه. بین 0 تا 4 ساعت اولی که ما هیچ کالری به بدنمون نمیرسه، بدن شما گلوکوز یا قند خون رو و از گلوکوز که قند خون هست و گلیکوژن که ذخایر کوتاه مدت قند در بدن هستن که در کبد و عضلات معمولا ذخیره میشون استفاده میکنه و پیامدش این میشه که سطح انرژی شما معمولا پایدار است و احساس گرسنگی کمتری دارید، مشابه زمانی که انرژی از یک بطری کوچک استفاده کردید. بین 4 تا 8 ساعت سطح گلوکوز خونتون کاهش مییابه و بدن به تدریج استفاده از چربی‌ها و لیپیدهای دور بدنتون انجام میده و به این منابع دسترسی پیدا میکنه. پیامدهاش ممکنه احساس گرسنگی بکنید، اما بدن چون شروع به سوزوندن چربی میکنه منجر به کاهش وزن و کاهش سطح چربی بدنتون میشه. در بین 8 تا 12 ساعت اولی که
هیچ کالری به بدنتون نرسیده و در زمان روزتون هستش، فرآیند کتوز که حالت متابولیکی که در اون بدن بیش از کتون ها به عنوان منبع انرژی استفاده میکنه. در این استیج بدن شما دیگه چربی ها رو استفاده کرده، میره سراغ کتوزها و از اونها استفاده میکنه. پیامدش هم اینه که انرژی شما باز دوباره بعد از 8 ساعت پایدارتر میشه و مشابه زمانی میشه که بدن شما یه منبع انرژی پایدارتری رو پیدا کرده و طولانی مدت بهش دسترسی داره و انرژی شما برای یه مدت طولانی تامین میشه. بین ساعت 12 تا 16 ساعت، بین 12مین ساعت تا 16مین ساعتی که در بدنتون هیچ کالری مصرف نکردین، فرآیند اتوفاژی یا خودخواری سلولی آغاز میشه، شروع میشه و در این عملیات سلول‌های بدن شروع به تجزیه بافت‌های اجزای آسیب دیده می‌کنن و اون بخش‌های از سلول که غیر ضروریه برای ادامه حیات سلول کاملاً صرف تامین انرژی میشه و این همچنین به بهبود سلامت سلول و کاهش التهاب کمک میکنه، مشابه زمانی که شما خانه خود را تمیز کردید و اشیاء بی استفاده رو دور می‌ریزید. دقیقاً مثل اسباب کشی، یعنی اسباب کشی نه، خونه تکونی دم عیده. یعنی شما وقتی که تو 12 ساعت اول تا بین 12 ساعت تا 16 ساعت هیچی مصرف نمی‌کنید، بدن شروع میکنه میره سمت سلول هایی که کار نمیکنن یا مثلا یک قسمتی از سلول هایی که به درد نمیخوره رو جمع میکنه و ازش انرژی تولید میکنه. بین 16 ساعت و 20 ساعت که شما هیچ کالری به بدنتون نرسوندین، سطح هورمون رشدتون به شدت افزایش پیدا میکنه و پیامدش اینه که کمک میکنه به حفظ توده عضلانی و بهبود فرآیند ترمیمی بدن. مثل وقتی که تیم تعمیر و نگهداری به خونه شما میاد و همه چیز رو تعمیر میکنه در 16 ساعت بین تا 20 ساعت اولی که هیچ کالری وارد خونتون نشده. ساعت 20 تا 24، یعنی از ساعت 20 تا یک روزی که هیچ کالری مصرف نکردید، فرآیند ترمیمی و بازسازی بدن به اوج خودش میرسه و پیامدش این هستش که سطح کتون ها در خون به حد اکثر میرسه و بدن به طور کامل استفاده از چربی ها به عنوان منبع انرژی رو ادامه میده و این فرآیند چربی سوزی و لاغر شدنه به اوج خودش همونطور که گفتم میرسه. و مثل وقتی که یک شب کامل خواب با کیفیت خیلی بالایی دارید و بدن و ذهنتون بازسازی میشه از این خوابه. بین ساعت 24 تا 36 روزتون فرآیند اتوفاژی به طور کامل فعال میشه که همون خودخواری سلول بود. اون سطح اتوفاژی و استفاده از سلول هایی که به درد نمیخورن به اوج خودش میرسه در 24 ساعت و 36 ساعت اول و پیامدش اینه که بدن به پاکسازی سلول و تامین بافت ها میپردازه، مثل وقتی که یک روز کامل به تمیز کردن و سازماندهی خونه میپردازه. یعنی اون بخشی که خونه تکونی میکرد و این داستانا در این قسمت خیلی قوی تر ادامه خواهد داشت. در ساعت 36 و 48 روزتون فرآیند ترمیمی ادامه داره و پیامدش اینه که بدن به سطح بهتری از سلامت و تمرکز میرسه. از ساعت 48 به بعد تا 72 دیگه سطح تمرکزتون درگیر میشه، سطح کتون ها در بدن به حد اکثر میرسه و بدن همچنان از چربی ها به عنوان منبع استفاده میکنه و بهترین وضعیت جسمانی و ذهنی خود میرسین. یعنی هم تمرکز دارین هم بدنتون خیلی سالمه در 48 ساعت تا 72 ساعتی که روزه اید، هیچ کالری نخوردید جز آب. حالا که در مورد روزه و کل ساعت‌هاش به یک ایده کلی رسیدیم، می‌خوایم حالا بپردازیم به اینکه چه نکاتی رو برای روزه بهتر و کیفیت روزه خوب باید رعایت کنیم که از اون روزه‌ای که می‌گیریم، از اون رژیم فاستینگی که داریم، بهترین عملکرد و بازدهی رو برامون داشته باشه. من 10 تا از نکاتی که باید رعایت کنیم رو اینجا نوشتم و براتون میخونم. اولا که باید نوع درستی از روزه رو برای خودتون انتخاب کنید. میدونید که ما بدنامون نسبت به همدیگه کاملا متفاوته، برای هر شخص نوع روزه جداگانه و متفاوتی وجود داره و پیشنهاد من اینه که قبل از اینکه هر حرکت رژیمی یا غذایی داشته باشید، قبلش با یه مشاور تغذیه صحبت بکنید، چون که ممکنه رژیم روزه و فاستینگ برای خیلیا نه تنها خوب نباشه بلکه آسیب زننده هم باشه. مثالی که من میزنم همیشه آدم‌هایی هستن که داره دیابت و بیماری قند هستن. این افراد نمیتونن این رژیم رو بگیرن به دلیل اینکه وقتی که گشنگی زیادی میکشن میزان انسولینشون همینطور خود به خود پایینه و انسولین یکی از مهمترین هورمون‌هاییه که
در رژیم فاستینگ استفاده میشه و وقتی که انسولین ترشح نشه در واقع هیچ عمل مفیدی در روزه برای افرادی که قند و دیابت دارن نمیفته. پس روزه مناسب خودتون رو انتخاب بکنید. نکته بعدی اینه که در روزه‌های مذهبی و اسلامی اونطور که میدونیم خوردن آب ممنوعه، ولی در رژیم فاستینگ هیدرات موندن بدن خیلی نقش کلیدی رو ایفا میکنه. اینکه آب بخوریم حتما و بدنمون رو از دیهیدرات شدن نجات بدیم و هیدراتش بکنیم خیلی مهمه. آب رو همینطوری باید زیاد بخوریم و هیچ کالری هم نداره آب، فقط به غلظت خون کمک میکنه و به اون گردش خون و اون کل عملیات روزتون رو و اون اتفاقایی که در بدنتون میفته و توضیح دادم رو چیز میکنه، تشدید میکنه. همونطور که گفتم چای و قهوه هم میتونید استفاده کنید، فقط آب نیست. در اینجا به چای و قهوه بدون شکر توصیه کرده. و موضوع بعدی اینه که موادی که در اون تایمی که میخواید مصرف غذا داشته باشید مواد مغذی رو استفاده بکنید. مطمئن باشید که پروتئینش به اندازه است، کربوهیدراتش به اندازه است، ویتامین ها رو دارید، ویتامین دی، نمیدونم، یعنی یک بشقاب و یک رژیم غذایی کامل رو ایجاد بکنید برای خودتون تا میتونید که بدن کمبود موادی رو احساس نکنه، به خصوص پروتئین. چون اگر از پروتئین بدنتون استفاده، یعنی از پروتئین غذا اگه بدن استفاده نکنه میره سراغ چربی، اول میره سراغ چربی سوزی و بعد اینکه چربی سوزی رو تموم میکنه میره سراغ ماهیچه سوزی و شما دیگه از یه جایی به بعد ماهیچه هاتون رو از دست میدید. این اتفاق خوبی نیست. پرهیز از پرخوری، زیاد پرخوری نکنید، یعنی به اندازه معمولتون، حالا همونقدر که سیر میشید بخورید، ولی به نظر من پرخوری، پیشنهاد حرفه‌ای اینه که پرخوری زیادی نداشته باشین و به بدنتون گوش بدید. موضوعی که خیلی مهمه در رژیم فاستینگ اینه که اگر احساس کردید که سرگیجه دارید یا احساس ضعف میکنید یا حتی مثلا فکر کنید که ضعیف شدید، بهتره که روزتون رو استاپ بکنید و برید غذا بخورید، چون که اگه به بدنتون گوش نکنید ممکن اتفاقای بدی بیفته. حتما نکات چیز رو رعایت بکنید، اینکه واقعا اگه واقعا حس و حالش رو ندارید، اگه واقعا شرایطش رو ندارید، اگه روز خیلی سنگین یا پرکاری رو داشتین، روزتون رو همونجا متوقف کنید. خواب خیلی مهمه، نقش کلیدی در روزه داره. تنظیم خوابتون خیلی مهمه. میزان ساعتی که میخوابید هر چی که بیشتر باشه، از 8 ساعت تا 9 ساعت، حتی 10-12 ساعت، خیلی میتونه به کیفیت روزتون کمک بکنه. در مورد بعدی فعالیت بدنی، سعی کنید یک فعالیت بدنی خیلی ریز و کوچیکی، میدونم خسته میشید و گشنه میشید، و یه فعالیت بدنی ریزی داشته باشید، مثل پیاده روی، مثل یک سیستم هوازی که خیلی کم بدن رو درگیر بکنه، در عین حال کالری هاتون هم مصرف استانداردی داشته باشه. همونطور که گفتم با پزشک حتما مشاورت کنید، مهمه این امر و حتما ازشون نظرهای حرفه‌ای بخواید. استرس هم دوری بکنید، چون استرسی که از پارامترها و مفادیه که تاثیر منفی میذاره رو عملکرد روزتون و بازدهی خود رژیم فاستینگ. به برنامه و اون برنامه غذایی که حالا بستید و رژیمی که روزه دارید میگیرید پایبند باشید، یک نظمی بهش بدید، اون به اصطلاح ساعت بدنتون رو تنظیم کنید با اون روزه‌ای که دارید میگیرید. و این نکاتی بودش که من از هوش مصنوعی گرفتم. اگه اطلاعات غلطی بود، من آدم مشاور یا مثلا مشاور تغذیه‌ای نیستم، نه تحصیلاتم این بوده، فقط صرفا علاقه داشتم به این داستانا، رفتم باهاش ازش تحقیق کردم با هوش مصنوعی و اطلاعات رو مفید دیدم که بیام به شما اشتراک بذارم. امیدوارم که روز خوبی داشته باشین. کلاس 3 دقیقه دیگه شروع میشه. بریم بچه‌ها.